5 تا نشونه واضح از خانومی که خیانت کرده و ضمن این که با مرد دیگه‌ای وارد رابطه و خیانت شده، باهاش هم بسترم شده، هم خوابی هم کرده و حالا به خاطر این نزدیکی با یار جدید علائم و نشانه‌هایی رو از خودش توی اتاق خواب به جا میذاره که همش ناخودآگاهه و با این علامت‌ها خیانتشو لو میده. من این 5 تا نشانه رو بهت میگم. فقط یک نکته این که لطفاً دقت بکنید، این که فقط یک نشانه رو داشته باشه نمیشه سند و مدرک و یه دونش کافی نیست برای اینکه شما بگی خب حالا همسر من این یه دونه نشانه رو داشت پس داره خیانت میکنه. نه، صحبت از تغییر هست، آنچه که قبلا نبوده ولی الان هست، اونم نه یه تغییر، چند تا تغییر. شما مثلا اگه من 5 تا گفتم، 6 تا گفتم، 7 تا گفتم، حداقل 3-4 تاشو داری میبینی که توی یک زمان مشخص اینا تغییر کردن. قبلا رفتارش این نبوده، حالا این شده. پس لطفاً دقت کنید چی میگم تا اشتباه قضاوت نکنید و خودتون اذیت نکنید. یه نشانه که نیمی از آقایون معمولاً در مورد صحبت کردن، نیمی از آقایونی که بهشون خیانت شده، درخواست‌های عجیب و غریبی بوده که خانمشون ازشون داشته. مثلا خانمه برمیگشته میگفته که فلان روغن رو بخر بیار، فلان پماد تأخیری رو بخر بیار، نمیدونم فلان کاندومو با فلان طعم بخر بیار، یا بیا این پوزیشن امتحان کنیم، چرا مشروب نمیاری بخوریم قبل از اینکه رابطه گرم بشیم، بدنمون گرم بشه بعد رابطه رو انجام بدیم، چرا فیلم نمیذاری ببینیم، یا فیلم بذاریم با فیلم این کار رو انجام بدیم. حالا قضیه چیه؟ ببینید یه سری از این خانمایی که خیانت میکنن به واسطه اون اتفاقاتی که توی اون رابطه جدید با اون یار جدید میفته و در واقع به واسطه تجربه های جدیدی که با آدم جدید دارن، ممکنه این تجربه ها رو دوست داشته باشن که توی رابطه با همسرشون هم بیارن و با همسرشون هم تجربهش بکنن. حالا علت این تجربه چیه؟ یا دوست داره عملکرد همسرش رو در این مورد ببینه، یا کنجکاویه، یا میخواد کارکشته تر بشه، آزمون و خطا بکنه، تمرین بکنه، رابطه با کیفیت تر داشته باشه، یاد گرفته، دوست داره دوباره تکرار بکنه و این به همینجا ختم نمیشه. فقط این خواستن این وسیله ها و در واقع خواستن پوزیشن جدید و اینا نیستش و ممکنه که اصلا یه سری چیزای عجیب غریب دیگه از خانم ببینین. مثلا کیفیت و لذتی رو توی همبستری با خانم ببینین که تا حالا ندیدین. این مورد رو گفتم چون دقیقاً توی 2 تا کیس به صورت خیلی واضح و دقیق از دهن خودشون شنیدم که آقا تعریف میکرد که چنان ناله ها و ارضا شدنی از خانم دیدم که توی 10 سال زندگی که باهاش زندگی کرده بودم ندیده بودم همچین چیزی رو. بعد جالب میدونی چی بود؟ این بود که اون خانم اعتراف میکرد که اصلا من با شوهرم طعم ارضا رو تا حالا نچشیده بودم. وقتی که این آقا تونست برای اولین بار این تجربه رو به من بده، کم کم در کنار این آقا بدن خودم رو شناختم و فهمیدم که من چطوری ارضا میشم، چی منو راضی میکنه و های میکنه. و اینجوری بود که مثل گشنه‌هایی که چند سال از این لذت عقب مونده بودم دیگه سیرمونی نداشتم، با آنچه که از بدنم شناخته بودم و در اختیار شوهرم میذاشتم و بهش میگفتم که چه کار بکنه تا من فقط لذت ببرم و استفاده بکنم. پس این هم نشانه‌ای بوده که توی 2 تا کیس داشتیم و از سمت زن و شوهر به همین مدلی که گفتم تعریف شد و اینجا براتون بازگو کردمش. خب نشانه اول و دوم رو گفتیم که جفتش هم چجوری بود؟ اینجوری بود که زن در واقع یه کارایی میکرد توی اتاق خواب که شوهر اتفاقا کیفم میکرد و راضی بود از این عمل کرد. درسته هیچ مردی بدش نمیاد که زنش توی اتاق خواب درخواستای جدید داشته باشه یا به ارگاسم برسه، های بشه، هیچ مردی بدش نمیاد. ولی خب مردی که بفهمه این تغییرات به خاطر خیانته، به خاطر اینکه وارد یه رابطه جدید شده و از اونجا یاد گرفته، قطعاً که دووم نمیاره، قطعاً که سخت هست و قطعاً که طاقت نمیاره. خب بریم سراغ نشانه سوم که یه جورایی فرق میکنه. نتیجه خیانت توی اتاق خواب با نتایجی که توی نشانه 1 و 2 گفتم متفاوته، متضاده. جمله‌های جدیدی رو میگه. وقتی شما ازش درخواست همبستری داری، وقتی همسر شوهرش ازش درخواست داره،
یه جمله‌های جدیدی رو برای رد کردن اون درخواست میگه. چی میگه مثلا؟ مثلا ممکنه از دهنش بشنوین که تو نظافت رو رعایت نکردی، من مریض شدم، من قارچ گرفتم، من عفونت دارم، نمیتونم باهات باشم، یه چند وقتی باید دارو مصرف کنم. یا مثلا اینکه دیگه خسته شدم، خیلی وقته که نمیتونی منو ارضا کنی. یا مثلا تو اصلا بلد نیستی خوب برام رابطه دهانی انجام بدی. یا تو یه کاری میکنی که دردم میاد، ولم کن. حوصله ندارم، نمیخوام، ولم کن، یه شب دیگه، حالا باشه بعدن. یعنی تفره میره که بماند، جملاتی میگه که ناراحتتون میکنه. تو باعث عفونتم شدی، تو بلد نیستی این کارو بکنی، تو یه کار میکنی دردم میاد، حوصله ندارم و دیگه اینجوری بدعنقی میکنه. نشانه بعدی، حالا جدای از این بهانگی یا گفتن این جملات، کلا بهانه‌هاش زیاد است. بهانه‌هایی که جدیده، قبلا نبوده، حالا تغییر کرده، تمایل به شما نداره. و اینکه تمایل نداره، نه اینکه مثلا بگین که چون با اون طرف داره همخوابی میکنه سیره و به خاطر سیریه که تمایل نداره. نه، این نیست قضیه. قضیه اینه که خانم اول باید ذهنش وارد اتاق خواب بشه و همیشه همینجوریه، اول ذهنش وارد تخت میشه بعد بدنش. حالا وقتی که با دیگری در رابطه است، تب و تاب عشق اولش هست، وقتی ذهنش درگیر این عشق جدیده، پس بدنش هم جای دیگه است. بدنش از همسری که از چشمش افتاده دریغ میکنه، فاصله میگیره، دوست نداره رابطه داشته باشه. البته یه مورد هم داریم که شاید با سیاست باشه و به خاطر اینکه خیانتش لو نره، به خاطر اینکه همسرش شک نکنه، بدنش رو دریغ نکنه. خب یعنی آگاهانه حواسش باشه، همچنان مثل قبل ادامه بده، سعی بکنه که فیلم بازی بکنه و مثل قبل ادامه بده همونجوری که بوده. ولی خب قطعا براش خیلی سخت خواهد شد، چون که خانم‌ها اینجوریان که خودشون رو متعلق به اون یار جدید میدونن و وقتی شما بهش دست میزنی اصلا حس تجاوز ممکنه توی ذهنش تداعی بشه و اذیت بشه. ولی در کل بازم به نظر من هر چقدر که بخواد فیلم بازی کنه، اون ناخودآگاهش، اون زبان بدنش نشون میده، شما اگه دقت کنید میبینید. و کلا وقتی که با یه مرد دیگه تو رابطه است، یا این تغییر کم میشه یا خیلی زیاد میشه. که زیاد شدنش رو گفتم، توضیحاتشو توی نشانه اول و دوم گفتم، کم شدنش هم که براتون توضیح دادم. دیگه از نشانه‌هایی که هست، پیشنوازی و پسنوازی رو به احتمال زیاد نخواد از شما و دوست داشته باشه که شما بری سر اصل مطلب، پیشنوازی و پسنوازی رو نداشته باشه. یه جورایی انگار انجام وظیفه کنه و بخواد شما کارتو تموم کنی بره. اینجوری اگر قبلا پیشنوازی پسنوازی بوده و از شما درخواست داشته و شما میدونین که دوست داره ولی الان داره تفره میره از این داستان‌ها، اینا هم میتونه نشانه باشه. دیگه نشانه‌های دیگه‌ای که میتونین بررسی کنین، زمان شیبش هست که نگاه میکنین همیشه قسمت مرکزی خانم تر و تمیز شیب شده، خیلی میرسه، خیلی حواسش هست. اگر قبلا نبوده ولی الان هست، اینم میتونه یه نشانه باشه. یه موقع کبودی‌های جدیدی روی بدنش میبینین، یه موقع بوی بدن جدید رو احساس میکنین. اینا هم هستن که مفصل‌تر توضیحشون دادم داخل این ویدیویی که اینجا لینکش رو میذارم و داخل این ویدیو 10 تا نشانه دیگه از همین مدل نشانه‌ها که توی اتاق خواب هست و شما متوجه میشی که همسرت با مرد دیگه همخوابی داشته رو در این ویدیو توضیح دادم که میتونی روی لینک بزنی و بری داخل ویدیو بقیه نشانه‌ها رو اونجا گوش بکنی. مرسی از همراهی قشنگت. اگه کانال رو ساب نداری حتما ساب بکن تا با ویدیوهای بیشتری در خدمتت باشم. پس امیدوارم که حتما توی ویدیو بعدی هم ببینمت.